همون وقت یک تسک برآورد چه بچه ناتاب شد. من در همین خانشته دانشگاه خوندم. همین گوجه آخایمون من میبرمش. دیدم که من الهام شعرگویی دارم، شعر می‌نویسم. همسایه های بگم بده همین براره. 100,000 راز خود را برای من گلها بگفتند. салом тамошобини азиз, барномаи мо унвон дорад умеди охирин. холаи гулчера ки ҳанӯз 72 сол умр доранд ба мо кормандони оила занг зада хоҳиш ва илтиҷо намуданд ки аз ҳолу зиндагии эшон аз наздик бохабар гардем. момаи гулчеҳра 72 сол дорад. ин зани солхӯрда аз зиндагӣ ба ҷуз ғаму дарду ғусса чизе надидааст. ба хотири мустаҳкам шудани риштаҳои хештутаборӣ фарзандонашро бо хештутабори наздик хонадор карда, вай ҳатто ба гӯшаи хаёлаш ҳам намеовард ки як рӯз не як рӯз никоҳи хештутаборӣ боиси ғаму андӯҳаш мегардад. момаи гулчеҳра танҳо вақте ба худ омад ки бар асари никоҳи хештутаборӣ набераҳояш маъюб ба дунё омаданд. вале аллакай дер шуда буд. ин зани солхӯрда худро махсусан дар маъюбии наберааш хомисаи 25-сола гунаҳкор дониста ғуссаи зиёде мехӯрад. 17-18 ساله بود چخیلی یک تسک برآورد. آچه‌ش خوجان ما یه تکلیف کرده بودن خوجان رفتگی بود. همون وقت یک تسک برآورد چخیلی بچه ناتاب شد. و آچه گفت همین دخترچه همین خیلی بیاید پیش میشینید. و من رفتم پیش اینا یک ماه پیش شدم توبت کردم. آچه رفت و یک ماه در خوجان خوند اومد این دخترچه چخیلی که شست پیشتریش نیست. از تسا روگردش دیگر خیلی شدن. همین پاچش سلفته رو میرد. آجو برای چی این خیلی رو میرم؟ من نمیدونم بچه چی من خیلی شد. آوردیم همین دوشنبه چقدر توبت نشد. دکتر گفتن چی میشه چیکار کنید؟ روسیه برید. داداش نگیست روسیه برد. چقدر است 6 ماه استاد. و گفتن فریدریش شرکمبری پاپروس. مثال ممکن خیلی نباشد که چی این خیلی میشه. این استاد دارن اینجا پانیزه خوابونه خیلی چون انگینه چکندن. دکتر روسیه گفت نمیکنیم انگینه گفت. چی به انگینی نمیکندی؟ استا همین خیلی شد. سوادش که ناز بود همین کلاویده کلاس تینلی در خیرابو نه در خوند. تا ده تمام کرد. دانشگاه آموزگاری بردیم امتحانش سپارید. بعد که ویا دیدن که این روگردش چی نیست دستش به داشتهش داره. رکتورش من برده گفت که فجان گفت این چقدر مکتب میخونه گفت این و گفت که ما خارجیم زیر نشو ما اینا 5 سال با رایگون میخونیدم. و مکتب چی بود؟ اقتصادیات ما گفتن غایبانه میکنیم. بعد که ما اینو میبردیم تمام طلبه حواس میکردن اپا جان وقتی که یک سوال معلم میتید ما جواب نداده که این جواب میتید همه حرمت میکردن شد. استا دویم کورس و سیم کورس ارو چیکردیم غایبانه میبردم میاردم و همینجا آوردیم. یه روز رکتور دانشگاه آموزگاری همینجا اومد بیچاره ناصر جان سلیمی. من 1000 منتدار بر پدرش 1000 رحمت بر زاده هوایی که همین خیلی انسان خوب 4 کس قطعی دل شد اومدن همینجا اشتن اپا گفت ما اینا اینجا نمیمونیم گفت. این برای ما یک قدری نغزه گفت. و گفتن که ما این خیلی وای نمیکنیم. ما دیپلمش گرفتیم میتیم دخترچه دخترچی با سواد گفتن رکتور ویاش برآمد همه چی جابجا کردن مکتب تمام کرد. ما اومدیم دیپلمش گرفتن دادن. این اون گروپی دوم بود یک کم گردوندن کار شد. این گفت که ما خودی شکستگی نیستیم ما به موسیقی پرده ما به حیات در کار چیکار کنیم دیگه. من میخونم گفت تا جون در همین گوجه آخایمون من میبرمش اینجا میبرم اونجا میبرم. ترینری بین‌المللی تمام کرد و همین از همین کوچه برآوردن نمیتونم. همسایه های بگم بده همینه برارد من نمیتونم اینجا برآوردم. سلمایی برای یک پدر مادر چه قین از دادر جانم. چند وقت شد که راه نمیگردن؟ 5 سال 6 سال راه نمیگردد. نه دادر چشم پاچکاش میکرد پاچکاش گرم میشد ولی همین پاچکاش من کار نمیکند. دانشگاه با رو بچه میرفت؟ ها خمیسه
ақли расо дошта бисёр духтари боистеъдод аст, вале тақдир ӯро аз пои равон маҳрум гардонидааст. ба маъюбиаш нигоҳ накарда, ин духтараки қави ирода тавонист ба донишгоҳ дохил шуда соҳиби маълумоти олӣ гардад. хомиса истеъдоди шоирӣ ва ҳунари нависандагӣ дошта, аллакай чанд китобаш ба таб расидааст, вале ин духтараки соҳибқалам дар шароити бениҳоят душвор зиндагӣ мекунад. соли 2011 من برمان دانشجو دوشنبه بودم. انا از بس که خیلی وزنی بود برای من همه خانه گرفتن. من در همه خانه دانشگاه خوندم. انا سال 2014 من وقتی که بیماری آش گرفت مجبور شدم که به رکتور دانشگاه مراجعت کنم. یاردم کنم گفته چون که تا بعد بیماری من ریخ شد، لیکن با ما گارانتی ندادن که تا بعد میشه یا نه. از همین خاطر دورو گرفتن قیم بود. من مراجعت کردم. رکتور دانشگاه اکادمیک ناصرجان سلیمی بسیار کمک کردن. بعد من خوب بردن. در اینجا زندگی کردن نمیتونه گفتن. بعد خوبگارتون دخترها بسیار بودن خیلی همونو که تشتم من به کامپیوتر دادن. خیلی دستی نوشته نمیتونم، دستم میلرزد. بعد من کامپیوتر که استاد در دانشگاه همون خوبگاه کتاب میخوندم. از کتابخانه دانشگاه بودم. کتاب خود من نوشتم با نام حکمت زندگی. بر رکتور خودشون دستگیری کردند و کتاب من چوب کردن. شما کتابی چی هست؟ شعر است؟ حکایه است؟ شعر و حکایه ارلش. شعر و حکایه میخته. از چند سالگی شما شعر مینویسید حکایه؟ من هنوز در مکتبی میرم به خواندگی. کم کم شعر خیلی باید مینویسم. به طرح خودم شعر گفتم، لیکن بسیاری خطا بود. البته اهمیت نمیدادم. وقتی خوبگاه رفتم به من امکانات ها بسیار شد. سعی دادم کمتر هم باشد. دیدم که من الهام شعرگویی دارم، شعر مینویسم. بود برای دور دوم نشر کردنش و یک نشر ادیب سپردم. حالا در نشر ادیب به زودی انشالله نشر میشود. نشر دویمش؟ در دویمش، بله. میتوانید از یکون شعرتون یکون پارا بخونید؟ بله. ناله اینه را شنیدم، در دلم گلها شکفتند. 100,000 راز خود را بر من گلها بگفتند. ناله اینه را شنیدم، در دلم زیر و زبر شد. راز من شد آشکارا، کل دنیا با خبر شد. بعد ختم دانشگاه من اعضای سازمان تشکیلات جمعیتی اشتراک شدم. همجور ترینر حتی 3-4 مرتبه مستقلانه سمینار هم گذرانده. 4 سال میشد که اعضا هستم در سازمان اشتراک. باز پیوسته در تمام چهاربینی ها و محفل هایی که در کتابخانه ملی برگزار میگردد فعالانه اشتراک میکنم. وقتی که شما رو به یکون چهاربینی دعوت میکنند، کی شما رو کمک میکند که به اون چهاربینی روید؟ چگونه میروید؟ با چی میروید؟ اگر یکون چهاربینی دعوت کنند که بسیارتر در کتابخانه ملی دعوت میکردن، البته بیبی هم میبرن. من دشوار نیست برای این کسی یک زنی سال خورده؟ البته برای هم دشوار است. خدا میداره چقدر جان بچه که دستی بزرگسال گیرد برای از محتاجی بزرگسال می شود. هم برای من عذاب، هم برای بیبیم. مخصوصا براندن از زینپایه ها، از این استان ها که مشکل است برای بیبیم. نمیتون. البته کجا هستند؟ پدرم محترم در اینی هستم. پدرم بیماری
سکته دل میگن یک در 6 سال گذراندن و زیر بود بیماری قند آمدن اون که صبر کردن نمیتون از همه خودی ده در دهان همراه محترم و دادرم دادرتون همینی که بیمار است. دادرم من بیمار است مثل خودم. شما چند فرزند هستید در اویلا؟ ما در اویلا 4 فرزند هستیم. کلان از من اویلادار شد، شوهر کرد، کودک دارد، 3 کودک دارد. شور همه سالمان، 2 من و 3 سالمان شکر حالا معلومات در ده و آخران دادر. 2 نفر دیگر سالم هستند. بله 2 نفر سالم و 2 نفر میبود داریم. بسیارتر از چی عذاب میکشی؟ از چی اذیت میکشی؟ بسیارتر نه از خانه، از اینکه برام درم میتونم بیرون، از اینکه هر بار یکان چوربینی یا مقبله آزادن رفت نمیتونم. باز از بس که حالا وضعیت تنده شد سیمیسان سر از گفتم من اینی بردن حسام چوربینی و مقبله ها حتی از سمینار ها ماندم. بعد رفتاری که اهل جامعه نسبت من دارن چگونه؟ مثلا بسیار اکثرا تحقیرآمیز با نگاه های تحقیرآمیز با کنایه فکر میکنند که شخصی معیبت دارد، کسی پس افلاس است، باید دوستی کرده نمیشود، دیرش نازک است یا اینکه بدقر است و دیگر میدونم باید باشد سبب باشد. من از همین خاطر کتاب دومی خود را هم نویسم با نام من به حیات نویسم که اکثرا آن رفتارهایی که نسبت به خودم بود اما در آن نوع تخلصی خودم نیست. یعنی قهرمانی پروتوتیپی همون نوشته هایتان خودتون هست؟ بله خودم هستم. یک کتاب هست در تحلیل دیرکتور کتابخانه ملی به گردن گرفتم و انشالله به زودی دست از خواننده ها می شود. مقصد شما از مراجعت کردن به سامانه اویلا چیست؟ من میخوام که خانه باشد برای من دسترس باشد، توانم در تمام چاره‌بینی های مقبله ها آزادانه اشتراک کنم. بس در بسیار آزمون های تاجیکستان وطن عزیزی من فروغ سوبیتان اشتراک کردم و اینها دستاوردهای هستند در همون آزمون ها. هر بار که به یگان چاره‌بینی ها دعوت میشم البته روبرو میشم، در احاطه نفرها صحبت کرده با آنها هم صحبت شده کمتر هم باشد خود را معیبت خود را فراموش میکردم، غم ناراحتی های خود را. بسیارتر میخوام که در شهر زندگی کنم و همینقدر فعالیتم پیش برم. منزلی که این دختری معیوب عمر به سر میبرد تنها از یک حجره عبارت بوده یگان شرایط ندارد. امیدواریم که شخصان سخاوتمند از روی رحم و انصاف به این دخترک با سواد و با استعداد دستی یاری دراز میکنند، زیرا نیکی کردن به معیوبان و محتاجان عملی نیک بوده ثوابش به زیارت خانه خدا برابر است.